تجربه نزدیک به مرگ. آدم ها همیشه فکر میکنن مرگ یه لحظه است، یه اتفاق ناگهانی، یه بوق ممتد روی نوار قلب، یه چشمی که بسته میشه و تموم. اما گاهی بین زندگی و مرگ یه دالونه، یه تونل باریک، و اگه خوششانس یا شاید بدشانس باشی ممکنه ازش رد شی و برگردی. داستان تریشیا بارکر همینجاست که شروع میشه، نه توی لحظه مرگش بلکه توی لحظه‌ای که همه چیز باید تموم میشد اما تازه شروع شد. تریشیا بارکر یه دختر دانشجوی بی سر و صدا از تگزاس درس میخوند، میخندید، زندگی میکرد. نه کسی بود که دائم توی کلیسا باشه، نه کسی که به هیچی باور نداشته باشه. فقط یکی از همون آدمای خاکستری معمولی که گاهی توی دلش فکر میکرد یعنی واقعا چیزی اون طرف هست. اون روز خاصی نبود. هوای گرم تگزاس مثل همیشه روی شیشه های ماشین میکوبید. تریشیا تنها بود. یه موزیک قدیمی پلی کرده بود و توی فکر فردای امتحانش بود. ولی جاده یه پیچ ناجور داشت و تقدیر یه پیچ ناجورتر. ماشین از مسیر خارج شد، ترمز کشیده شد، لاستیک ها روی آسفالت جیغ کشیدن و بدنه فلزی چند بار روی هوا چرخید و با شدت به زمین کوبیده شد. صدای ترق و ترک، صدای شکستن و بعد سکوت. امدادرسا وقتی رسیدن بدنش خونین بود. ستون فقراتش در چند نقطه شکسته بود، نبضش ضعیف، تنفسش کند. داخل آمبولانس به سختی چشماش رو باز کرد. پرستاری بالای سرش خم شده بود. تریشیا نگاش کرد و فقط تونست زمزمه کنه نمیخوام بمیرم. تو بیمارستان پزشکا جنگیدن با دارو، با شوک، با امید، ولی بدنش از داخل میریخت، انگار از هم باز میشد. و وقتی وارد اتاق عمل شد پزشکا فقط یک شانس کوچیک داشتن. همه چیز سریع پیش رفت، دستها در حرکت، ابزار در هوا، خون، برش، ساکشن. و بعد قلب تریشیا ایستاد، ولی ذهنش نه. اون لحظه شروع پرواز بود. تریشیا میگه که ناگهان احساس کرد از بدنش جدا شده، سبک، بی وزن، بی درد. از بالا خودش رو میدید روی تخت عمل، محاصره شده توسط دکترها، دستها می جنبیدن، صداها توی هوا پخش می شدن، ولی اون بی صدا تماشا می کرد. دید یکی از دکترها با آرنج خورد به سینی و آب میوه ریخت روی لباسش. دید یه پرستار اشک توی چشماش جمع شده، ولی خودش آروم بود، هیچ ترسی نبود، فقط کنجکاوی. و بعد اتفاق افتاد. دو موجود نورانی بدون چهره ولی کاملا زنده وارد اتاق شدن. بلند قد مثل انسان اما نه کاملا. بدنشون از نور ساخته شده بود، نورهایی که حرکت نمی کردن بلکه می تابیدن. احساس کردم بنگار اونا بودن که دکترها رو هدایت می کردن، نه از روی ابزار، از روی حس، از روی حضور. هیچ صدایی نبود ولی ارتباط برقرار بود، نه با کلمه، نه با تصویر، بلکه با چیزی عمیق‌تر. یه فهم، یه حضور ذهنی که نمیشه توضیحش داد. یکی از موجودات بدون حرکت لب بهش فهموند هنوز وقتت نرسیده، تو باید برگردی. نور اتاق محو شد، همه چیز سفید شد، بی رنگ، بی زمان. و درست همونجا، جایی که مرز بین دو دنیا باریک شده بود، داستان تازه داشت اوج می گرفت. زمان دیگه وجود نداشت، نه ثانیه نه دقیقه. صدا نبود، درد نبود، فقط یه حس بی‌وزنی مطلق. تریشیا توی اون نور ایستاده بود، نه روی زمین نه توی هوا، انگار روی چیزی بین بودن و نبودن. بعد از دل سکوت یک کشش شروع شد، یه موج نرم که انگار داشت میبردش.
به سمت چیزی و اون چیزی یه تونل بود. تونل نه مثل لوله نه مثل غار، یه مسیر بود ولی بدون دیوار مشخص. نور به شکل موجهای نرم اطرافش میچرخید، گاهی مثل مه، گاهی مثل جریان آب. تریشیا حرکت کرد، یا شاید تونل بود که اونو میکشید. سرعت نداشت، عجله نداشت، فقط در حال رفتن بود. وسط اون نور چیزهایی دیده میشد، نه واضح ولی آشنا. سایه هایی از خاطرات، تصاویر محو از آدم‌هایی که شاید میشناخت. صدایی نبود ولی سکوتش حرف میزد و ناگهان از دل نور یه چیزی ظاهر شد. یه کامیون آبی رنگ پارک شده زیر نوری طلایی. توی صندلی راننده یه مرد مسن نشسته بود. لباس ساده تنش بود و لبخند آشنا. تریشیا جلو رفت، لبخند زد، مرد هم لبخند زد. پدر بزرگم بود، همون کامیون همیشگیش. انگار یه دقیقه هم از آخرین دیدارمون نگذشته بود. پدر بزرگ با آرنج به صندلی بغل زد، اشاره کرد که بشینه. تریشیا سوار شد، در رو بست، کامیون به آرومی راه افتاد. نه صدای موتور بود نه بوی بنزین، فقط حرکت و نور و سکوتی که سنگین نبود بلکه امن بود. اگه تا اینجای داستان رو دنبال کردی یعنی احتمالاً چیزی توی وجودت با حرفای تریشیا هم صدا شده. پس یه لایک کن تا بریم سراغ ادامه ویدیو. بین راه حرفی نزدم، لازم نبود، همه چی گفته شده بود بدون کلمه. ولی وقتی ماشین کنار یه برکه ایستاد، پدر بزرگ نگاهش کرد و فقط گفت حالا وقتشه که یه چیز مهم ببینی. صحنه تغییر کرد، دیگه کامیونی نبود، دیگه پدر بزرگی نبود. تریشیا در مرکز یه فضای باز ایستاده بود. دورش تصویرهای شکل می گرفتن، مثل نمایشگرهایی که از هوا ساخته شده باشن. اول خودش رو دید، بچگی، بعد نوجوانی، بعد کلاس درس، دعوا، خنده، بی‌تفاوتی. صحنه ها می اومدن و می رفتن، ولی چیزی که عجیب بود این بود که احساسات بقیه رو هم حس می کرد. یه جا به دوستش بی‌محلی کرده بود و حالا درد اون دختر رو حس می کرد. یه بار به معلمی تندی کرده بود و حالا زخم اون کلمه توی دل اون معلم به خودش منتقل شده بود. مثل این بود که دارم زندگی خودم رو از توی دل بقیه تجربه می کنم. خیلی دردناک بود ولی واقعی. هیچ کس سرزنشش نکرد، هیچ صدایی نگفت بد کردی یا خوب بودی. فقط بود، فقط دیدن بود و فهمیدن. اون لحظه یه جمله توی ذهنش نشست: عشق تنها چیزی بود که باقی موند. صحنه ها یکی یکی خاموش شدن. اتاق دوباره تاریک شد ولی نه ترسناک، فقط خالی. بعد یه صدا اومد، نه زن نه مرد، نه بلند نه زمزمه، فقط یه حضور. صدا گفت میخوای بمونی یا برگردی؟ تریشیا فکر کرد اینجا همه چی کامل بود، نور بود، آرامش بود، عشق بود، ولی اون پر نشده بود. انگار بخشی از خودش هنوز باید کامل میشد. اگه قرار برگردم پس کمکم کن بدونم چرا. صدا جواب نداد ولی حسش منتقل شد. برمیگردی برای عشق، برای آموزش، برای تجربه، برای تکمیل. نور کم کم عقب نشست، بدنش کشیده شد، وزنش برگشت و ناگهان تریشیا برگشت به تخت، به درد، به این دنیا. ولی اون دیگه همون آدم قبلی نبود. چشمهاش به آرومی باز شدن، نه با ترس نه با سردرگمی، بلکه با حسی غریب از دلتنگی. اون نور رفته بود، اون آرامش خاموش شده بود، به جاش
سقف سفید بیمارستان بود، صدای بیروح مانیتور قلب و دردی که با هر نفس یادآوری میکرد تو برگشتی. اولین روزهای بازگشت سخت بودن. بدنش ضعیف بود، صدای اطرافش گنگ. پزشکا خوشحال بودن که زنده مونده، پرستارا لبخند میزدن، ولی هیچ کس نمیدونست اون کجا بوده و چی دیده. کسی باور نمی کرد. وقتی گفتم نور دیدم، فرشته ها بودن، فقط نگام کردن، یه لبخند مصنوعی زدن و رفتن. اون حس کرد تنها تر از همیشه است. انگار برگشته بود به دنیایی که دیگه نمیفهمیدش، ولی چیزی درونش خاموش نمیشد. تصویر پدر بزرگش، لمس اون نور، نگاه اون موجودات، اونها واقعی تر از هر چیزی بودن که تا حالا حس کرده بود. روزها گذشت، هفته ها، بدنش کم کم ترمیم شد، زخمهاشو بستن، ولی یه درد دیگه باقی مونده بود. ترس از فراموشی. میترسید اون چیزی که دیده، لمس کرده، حس کرده، کم کم محو بشه یه خاطره مبهم، مثل یه خواب. برای همین نوشت، نه برای چاپ، نه برای نشون دادن به کسی، فقط برای خودش، برای اینکه یادش نره. توی اون تنهایی کم کم یه چیز دیگه پیدا کرد، یه صدا، یه حس که از درونش میومد، میگفت باید بگی که بقیه هم بدونن مرگ آخر نیست. تریشیا برگشت به دانشگاه، مدرک گرفت، رفت سر کلاس، معلم شد. ولی سر کلاس ریاضی همیشه یه قصه داشت. گاهی توی سکوت کلاس یه لحظه مکث میکرد و یاد اون نوری میافتاد که توش غرق شده بود. بچه ها یاد میدادم که 2 ضرب در 2 میشه 4، ولی دلم میخواست یادشون بدم عشق از همه چی مهمتره. سالها گذشت، ولی اون نور، اون صحنه ها، اون سوال بزرگ باهاش موند، تا بالاخره تصمیم گرفت بگه، بلند، واضح، با صدا. کتاب نوشت، ویدیو ضبط کرد، توی مصاحبه ها شرکت کرد، پشت میکروفون نشست و گفت من مردم و برگشتم و میخوام بهت بگم اون طرف یه چیز خیلی بزرگتر منتظرته. نه ترس، نه تنهایی، بلکه عشق. داستان تریشیا داستان یه نجات نیست، داستان یه تغییره. یه لحظه‌ای که همه چی تموم شد و همون لحظه تازه شروع شد. اون الان فقط یه آدمیه که زنده مونده. نه، اون صدای یه چیز بزرگتره، صدای نوری که به همون میگه زندگی فقط چیزی نیست که میبینی. پایان این داستان هنوز نرسیده، چون هر کسی که بشنوه، تازه وارد شه، تازه داره میپرسه اگه من بودم چی میدیدم؟ من چی با خودم میبردم؟ شاید زندگی یه هدیه است که فقط توی لحظه مرگ قدرشو میفهمیم، یا شاید باید از همین حالا با عشق زندگی کنیم، مثل تریشیا که مرگ رو دید و عشق رو با خودش آورد. شاید بعد از شنیدن این تجربه یه چیزی توی نگاهت به زندگی تغییر کرده باشه. اگه واقعا این داستان با دلت حرف زد، برای حمایت از ما حتما لایک کن و نقطه تاریک رو سابسکرایب کن.